ببخشید. مارکوس ترسیدم. بیسکویت نرم مغز خرمایی و جردویی داری؟ مارکوس ساعت 3 شب بیسکویت نرمم کجا بود آخه؟ پیچشون بر. باشه، فقط میشه به هم بگی دقیقاً چی میخوای؟ بیسکویت بده رابرت. همون آیا میگه که نظری برای اولین بار تو ایران تولید کرده؟ با پنیر خامه شاهکاره. آره واقعا خوشمزه است. حالا قهر نکن، یکی واسط میخرم. میگم مطمئنی واسه بیسکویت اومده بودی؟ یخ. هی واسا، کجا داری میری؟ چی شده رفیق؟ میخوای حرف بزنیم؟ چیزی هست که بخوای به هم بگی؟ هی ببینم حالت خوبه؟ چی شده مارکوس؟ دارم نگران میشم. خدای من مارکوس، این چه کاری آخه؟ میشه از آتیش بیای بیرون؟ صبر کن. هی یکم بیشتر مراقب خودت باش. راستی مارکوس، تو هر شب از کجا تا اینجا میای؟ از مکزیک. اوه خدای من، از مکزیک؟ خانوادت نگران نمیشن؟ نه خیر. ولی آخه خیلی راه طولانیه. چجوری هر شب از مکزیک تا اینجا میای؟ پیاده. چی؟ خب این همه راهو به خاطر چی میای مارکوس؟ تو. چی؟ به خاطر من؟ خدای من خیلی دوست دارم مارکوس. باشه دیگه گبخلما.